یعنی شکل اساسی کلخوزها همون دوره باشد. آیین‌نامه تشخیصاتی کلخوزی در همون دوره چی شد؟ تأسیس داده شد و برنامه آن در آن زمان جمع گردیده شده بود. بچه ها شما موضوع رو ادامه دیده من یک دقیقه بعد میگویم. اما فریدون این چی رفتار است در وقت درس؟ تلفن کی است؟ تلفن پدرم است. تلفن من داده؟ خواهی نخواهی استاد این تلفن ما از دست شما میگیرم. پدرت که اومد بعد خودش از دست من میگیرد. زود به درس درآ. هیجه مالی همین فقط کاری شما زنگ دن شکایت کردم و دیگه کار نداریم همینجا. اکا جان من میخواستم درباره رفتار فرزندتان با شما صحبت کنم. مرحمت. چقدر رفتار معلم رفتاری بچه من 100%. اکا جان آرام شوید. لطفاً اجازه دهید من شما را درست فهمانم. معلم بیو مرا بسیار درس نگو. بچه من عیبدار باشه اگر شما هم آموزگار رو عیب دارید چون که شما معاش میگیرید. این وظیفه شما تربیه کردن. اکا جان من وظیفه خود را اجرا میکنم اما به شما پدر و مادران ما تنها نمیتوانیم. یک گپ میزنی که در این مقطع فقط بچه ما با گوش کنم. من وقت ندارم که گپایتون را گوش کنم. تلفنی بچه من را در دستش میکنی. شما دادر. بچه جون این رنگ رویت بسیار ناتاب تینجی. اوتا با همون روبری صنف فریدون هر هفته مرا دعوت میکنه بچه تو رفتارش بیزه بای بچه تو خونیش بیزه بای فقط تلفن در دستش. اوخی اوتا شما میدونی که وقتی اهمی خونه بیره برو گوده که 2 ساله در دست تلفن داره. خوزی همه تلفن دارن. اوی نغز کو او چه خیلی نغز اوتا اوخی من دیگه کار ندارم. همین هر سر ای قفای روبری صنف فریدون بگردم. رابطه بین مکتب و پدر و مادر انم خیلی باید زیج باشد. نه فقط تو را به مکتب دعوت کنند بلکه خودت هر هفته به دعوت به مکتب رفته از دانش و رفتار فرزندات با خبر باشی. هر کس هر حرف یاد گرفته است از آموزگار یاد گرفته است. هر پیشروی در جامعه می شود این از همون صنف خانه آغاز می یابد. آموزگار این یک چراغ است که در راه زندگی شاگردان روشنی می دهد. او نه فقط درس می گوید بلکه انسان تیار می کند. در دوام 24 ساعت 1 ساعت وقت برای فرزندات جدا نمی کنی. آفرین آموزگار نمیگوی. در 45 دقیقه با 40-45 خواننده درس میگه. غیر از این قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر برای تربیت فرزندان این خطا میدانی. بخشش پدر جون با فکرم که من خطاگی سخت کردم. سلام علیکم. علیکم السلام. بیاین مرحمت. مرحمت. استاد از رفتاری بدی پسرم از معامله نادرستی که نسبت شما کردم بخش بپرسم از شما. اکا جان اشتباه مال انسان است. مهم آن که خطای خود را فهمیده. وقتی که پدر و مادر و آموزگار یکدیگر را میفهمند
рушди ахлоқӣ ва таълимии кӯдак албатта ки беҳтар мегардад. чуноне ки бузург мегӯяд, ҳаргиз хато нест ки пас аз худои пок он кас ки халқ мекунад инсон муаллим аст. танҳо дар ҳамкории мактаб ва оила метавонем фарзандро ба шахсиятҳои босавод ва ватандӯст тарбия кунем. муаллим пояи дониш, падару модар пояи тарбия, ояндаи миллат натиҷаи он.